بالا زدنی که از بیت کوین انتظار داشتیم اتفاق افتاد، حتی بالاتر هم رفت. حالا بیایم یه نگاه بندازیم ببینیم اگر بخواد بالاتر بره چه اتفاقی میفته، اگر بخواد پایینتر بره چه اتفاقی میفته. یعنی هر دو تا سناریو رو هم بررسی بکنیم. دو سه تا نکته هست، یکی روی دامیننس تدره، یکی روی دامیننس بیت کوین، یه دونم روی اتریوم. اینا رو هم باید بهتون بگم. لابلای حرفام شاید یکی دو تا اخبار سیاسی اقتصادی هم گفتم. حالا بریم جلو ببینیم چی میشه. درود بر شما، مانی هخامنش هم. خیلی خوش اومدین به کانال بلید مستر. تو این کانال سعی میکنم چیزی که لازم داری رو بهت بگم، نه چیزی که دوست داری بشنوی. قبل از اینکه حرفمو شروع بکنم، اگر یادتون بیاد توی ویدیوی قبلی در مورد اینجا یه حرفی زدم، شاید یه سری اشتباه برداشت کرده باشن یا درست متوجه نشده باشن. الان کاملتر توضیح بدم تا بهتر متوجه بشی. بر فرض مثال شما یه کانال دارین یا الگو دارین، فرقی نمیکنه. میاد میره روی سقف کانال شما یا یه مقداری بالاتر از سقفش بازی میکنه یه مدتی. وقتی این اتفاق میفته دو تا حالت بیشتر نداره، یا باید بره بالا و کانالو شکستشو تایید بکنه، یا باید برگرده بیاد کف کانال. یعنی این دو تا حالته. این که من اینجا این حرفو زدم منظور از این نبود که بریزیم کامل بریم کلا روند عوض بشه، نه. کانال ما کجا بود؟ محدوده ما کجا بود؟ دقیقاً بالای سقف قبلی که دیدینم وقتی که این اتفاق افتاد ریخ حتی به سقف قبلی هم یه نفوذ کرد. منظور از اون نکته آموزشی این بود. خیلی بهتون کمک میکنه توی پیدا کردن جهت، مخصوصا روی ترید. برم رو خود بیت کوین. یه سقف جدیدی داشتیم حدود 123,000 تا. الان توی روزانه یه کندلی اومدیم زدیم شد تقریبا فعلا به عنوان سقف پایینتر حسابش میکنیم، چون هنوز اتفاق خاصی نیفتاده، هنوز بالاتر نرفته. اگر بخواد بالاتر بره چی؟ اگر بخواد بالاتر بره اول باید سقف قبلی رو بشکونه، بستگی داره بخواد کندل پرقدرت بزنه یا نه. توی چند ساعت آینده یا چند روز آینده اگر بخواد بره بالا این سقف رو بشکنه باید اتفاق بیفته، اگر نه میره روی سناریوی دوم. حالا این سقف شکسته بشه چی میشه؟ تارگتش کجاست؟ برم روی اون یکی چارت بهتون نشون بدم. اگر سقف شکسته بشه میریم فعلا برای حدود 127 تا 130، یعنی اینجاها. از نظر زمانی اگر بخوایم حساب بکنیم اینجا هست. اگر شکسته نشه ما همینو به عنوان سقف پایین تر، یعنی چی؟ ببینید سقف بالا، کف پایین، سقف پایین تر و بعدش کف پایین تر، چیزی حدود 110,000 تا. یه همچین انتظاری رو میشه ازش داشت. یعنی این دوتا سناریو ماست. اگر بخواد بره بالا میریم برای سقف جدیدتر تا حدود 130,000 تا، اگر نه همینو به عنوان سقف پایین تر حساب بکنیم بریم توی محدوده 110,000 تا. در مورد اتریوم اومد سقف جدید زد، بذارم رو کندل هفتگی. اومد سقف جدید زد، بعد از حدود 2 سال این سقف قبلیشو شکوند، پرقدرت هم شکوند. این سقف قبلیمون با یک کندل خیلی قوی شکستش. چه انتظاری میره؟ با رفتاری که فعلا داشته، یعنی توی این مدت نمیشه ازش انتظار اصلاح داشت که بیاد مثلا یه اصلاح بکنه از اینجا بریزه تا اینجا. یه همچین چیزی رو نمیشه ازش انتظار داشت. میشه گفت یه ذره اینجا بازی بکنه بعد برسه به سقف قبلی، سقفی که چندین سال پیش زد، چیزی هول و هوش 7-8 سال پیش، 4800 تا. اگر تونست اینو بشکونه که یه مدت اینجا قطعاً بازی میکنه، یه واکنشی نشون میده، بعد از این بره بالا، اولین تارگتش میشه گفتش تقریبا 6,000 تا. بعد از اون دوباره باید تحلیل بشه ببینیم تا چه تارگتی میتونه بره.
فعلا شرایط اتریوم این شکلیه. حالا اگر اصلاح بشه کلا بیاد پایین دیگه، اون وقت باید انتظار داشته باشیم که تا سقف قبلی که اینجا باشه حدود 4000 تا یه پول بک بزنه، یعنی به عنوان پول بک حسابش بکنید. اگر پایین تر بیاد چی؟ باز جا داره، یعنی تا تقریبا 3400 تا جا داره که بیاد پایین، 3200 تا 3400 تا. باعث چی میشه؟ میتونه باعث رشد آلت کوین ها بشه در آینده. خیلی نزدیک نیست، شاید چند ماه آینده بشه که یهو توی یکی دو هفته آلت کوین ها بخوان رشد بکنن. نه. دامیننس بیت کوین. اول دامیننس تدر رو بهتون بگم. رو دامیننس تدر یه محدوده داشتیم اینجا که گفتم اگر حمایت نشه، یه حمایت شد، اگر حمایت نشه محدوده 4. ما دو تا نقطه داریم، یکیش تقریبا 4، یکیش حدود 3.8. توی اینجاها دامیننس تدر 99% واکنش نشون میده و حمایت میشه. یه ذره بزرگترش کنم که بهتر نشون بده. یه مدت خیلی طولانیه که توی این الگو، توی این مثلث داره حرکت میکنه. شکست این مثلث به سمت پایین که یه کفترین حالتش میشه حدود 3.8، میتونه باعث رشد آلت کوین ها بشه، ولی دیگه زنگ خطر رو روشن میکنه. معمولا اتفاق نمیفته. اگر اتفاق افتاد دیگه خیلی باید حواستون جمع باشه. اگر اتفاق نیفتاد و از همینجا دیگه 3.80 تا 4.10 شروع به حمایت کرد، باید انتظار اینو داشته باشیم که برسه تقریبا به سقف اینجا. تقریبا میشه گفتش که محدوده 6. یه همچین سناریویی که بره به سمت بالا بیشتر محتمله تا بره به سمت پایین. اگر بخواد به سمت پایین بره کلا تعادل بازار از بین میره و میریم سمت ترکیدن. دامیننس بیت کوین. دو تا سناریو روی بیت کوین براتون گفتم. با توجه به اینکه بیت کوین داره تضعیف میشه، سناریوی به سمت بالا رو کمتر احتمال میدم، چون دامیننس تدر داره میریزه دیگه. بذارم روی روزانه. قبلا در مورد اینجا صحبت کردم، گفتم فعلا اصلاح این روند نمیگیرمش تا ببینیم چه کاری انجام میده. الان که این اتفاق افتاده میشه گفتش که به عنوان اصلاح میشه در نظرش گرفت. دو تا نقطه داره، یکیش محدوده 60 که بهش رسیدیم، اگر از دست بره میریم محدوده بعدی 57 و در نهایت 55. حالا اگر این دو تا نقطه از دست بره، یعنی 55 هم از دست بره، چه اتفاقی میفته؟ اون وقت میشه گفتش که اون آلت سیزنه که منتظرشیم اتفاق میفته، که یکی از بچه‌هام اتفاقا بهش خوب اشاره کرد، دستش هم درد نکنه. اردلان همیشه تحلیل‌های قشنگی میده. اگر 55 از بین بره، محدوده 55 از بین بره، ما دیگه میتونیم انتظار اون آلت سیزن رو داشته باشیم. اون وقت چه اتفاقی میفته؟ توتال 2 و توتال 3 میتونن سقف‌های جدیدتر بزنن. اگر از دست نره چی؟ همین منوالی که هستش بازار میمونه، اتفاقی نمیفته. دوباره آلت کوین رو شروع میکنن اصلاح کردن یه مدت طولانی تا یه همچین اتفاق بیفته و دامیننس بیت کوین اصلاح بشه. تایم اون آلت سیزن چقدره؟ یه همچین اندازه ایه. چقدر طول بکشه نمیدونم. یعنی ما از محدوده 55 تا 40 الی 44 میتونیم بگیم زمان اون آلت سیزن است. با اتفاقایی که روی بیت کوین افتاده و اثبات کرده که من یه سرمایه امنم، انتظار نمیره که یه همچین اتفاقی بیفته. اون آلت سیزن
شروع بشه و آلت کوین ها بخوان بترکن. به مرور زمان میان همینجوری دامیننس رو میبرن بالا میارن پایین، آلت کوین ها رو یه رشد میدن. این سناریو بهتریه، وگرنه بیت کوین تضعیف میشه اگر بیشتر از این بخواد بیاد، یعنی از 55 بخوایم بیایم پایین‌تر تضعیف میشه، اون اعتبارش رو از دست میده. این کلیت بازار الان. برای کوتاه مدت بیت کوین چه انتظاری داشته باشیم؟ فعلا دامیننسش داره به سمت پایین میاد. همون جوری هم که گفتم من نظرم روی سناریوی دومه، یعنی بیایم کف پایین‌تر بزنیم. چرا این حرفو میزنن؟ هم بیت کوین داره تضعیف میشه، دامیننسش داره میاد پایین. وقتی دامیننسش میاد پایین، سقف جدید زدن بی‌معنی میشه فیک. هم این که وضعیت اقتصادی سیاسی خیلی خوب نیستش، سر همین سرمایه گذار بیشتر سعی میکنه که سرمایه‌شو رو جای مطمئن‌تری بذاره. اگه دقت بکنی بیت کوین میاد 5% اصلاح میکنه، آلت کوین ها میان 40% اصلاح میکنن. سرمایه گذار راقبه بره رو اونی که کمتر ضرره دیگه، سرمایه مطمئن‌تریه دیگه وارد بشه. و مسئله مهمتر، بهتره که یه مدتی اینجا بازم بازی بکنه که کامل تثبیت بده که من میخوام برم سمت بالا. این براش بهتره، یعنی اگر الان بیاد یه کف پایین تر بزنه بعد بره بالا سقف بزنه، براش خیلی بهتره تا اینکه همین الان بره. اگر الان بره خیلی زود میتونه برگرده پایین، ولی یه مدت دیگه اینجا بازی بکنه که قبلا هم در موردش صحبت کردم، مثل اینجا میتونه حرکت بهتری داشته باشه. کف کوتاه مدت گفتم حدود 110، من منتظر 110 تا 112 هستم فعلا. با این کندلی هم که اینجا دارم میبینم مثل همین شادو زده، بیشتر احتمال به سمت پایین اومدنش هست تا بالا رفتن. یه همچین کندلای برگشتی نشونه برگشت بیت کوینه، نشونه برگشت بازار یا هرچی. روی هفتگیش هم که نگاه بکنیم، اگر هفتگی که هنوز خیلی مونده بخواد این شکلی بسته بشه، یعنی یه انتظار به سمت پایین باید داشته باشیم. حالا یه نکته دیگه، اینو من بزرگش بکنم بهتون نشون بدم. کلیت بازار، کلیت بیت کوین، ما داریم توی یه همچین الگویی حرکت میکنیم. وج میخوای اسمشو بذاری، کنج سعودی میخوای بذاری، هیچ فرقی نمیکنه. این الگو در نهایت نزولیه، فقط چون خیلی بلند مدته الان نمیشه انتظار اونو داشتش که بخواد بریزه. این که من میگفتم بازار تمومه هنوزم روش هستم، سر همین الگوه، اما بلند مدته. اینو دیگه شما باید متوجه بشی. یه مدتی اینجا بازی بکنه بیاد پایین بره بالا و بعدش بخواد بشکنه بیاد پایین، یه همچین حالت. این زمان بره. حالا ممکنه اتفاقاتی بیفته که زودتر این روند بشکنه بیاد پایین، یا نه بخواد زودتر کار خودش انجام بده و سقف جدید بزنه و اصلا این سمتی نره. فعلا شاید 1 سال یا 1 سال و نیم طول بکشه، شاید نه 6 ماه این اتفاق بیفته. اما اینو باید بدونی یه همچین الگویی معمولا الگوی نزولیه. یه دونه آپدیت داره که جدیدن این اتفاق براش افتاده. این آپدیت چیه؟ میاد گول میزنه، فیک میکنه، میاد از این الگو میره بالا میره بیرون، خیلی سریع دوباره برمیگرده توی این الگو. این آپدیتشو تقریبا 2-3 ساله که داره انجام میده. ممکنه این اتفاق هم بیفته، یعنی فیکش بکنه بره بالا و بعد برگرده دوباره توی همین مسیر قبلی خودش. قراره که دیگه تثبیت هم شده 4 تا 0 از پول مملکت رو کم بکنن. خب بهتون شاد باش میگم دلار ارزون میشه. چجوری؟ اینجوری که دلار 100,000 تومان اگر 4 تا 0 کم بشه میشه چیزی حدود 10,000 تومان. به حساب بکنیم
آره 10,000 10 تومن ببخشید 10 تومن. تا حالا هیچ کشوری موفق نشده که پول ملیشو صفرشو کم بکنه و ارزششو حفظ بکنه. اسمن فقط ترکیه تونسته این کارو بکنه، اما رسما ترکیه از طریق چیزهای دیگه به این نتیجه رسید و ارزش پولش یه مقداری برای مدت کوتاه حفظ شد. ولی اون ترکیه بود، ایران نبود که آب نداره، برق نداره، زیست محیط نداره. هر سری هم میان ما رو با یه مسائل ریز و جزئی مثل آب نیست، برق نیست سر کار میذارن که از اصل قضیه حواسمون پرت بشه. اصل قضیه اینه که زیست محیط ایران از بین رفته. توی یه مدت خیلی کوتاه، شاید 2-3 ماه آینده، ایران دیگه قابل سکونت نباشه. اینو خودتون میدونید. هممون با هم قراره بمیریم. خلاصه با کم کردن این صفرا تورم به شدت بالا میره. یعنی شما اگر 1 میلیون حقوق میگرفتی، از این به بعد دیگه 10,000 تومان قرار حقوق بگیری. سر هر اتفاقی هم که مملکت تعطیل میشه. ما داریم به سمت نابودی میریم و از اون سمت هم فشارهای سیاسی داره خیلی بیشتر میشه که توی ویدیوی قبلی در مورد شاخصا گفتم. اگر دقت بکنید دلار چقدر رفت بالا، دوباره از 90,000 تومان پایین تر نیومده، همینجوری داره میره بالا. طلا یه نگاه بندازیم، تکون نخورد. از اون طرف نفت تکون نخورد، یه بالا زد یه مقداری اومد پایین، ولی روی 68 دلار گیر کرده، یه مدتی گیر کرده. هنوز هم شاخصا دارن این حرف رو میزنن. حالا چه اتفاقی قراره بیفته نمیدونم، باید ببینیم آینده چی میشه. اما شرایط سیاسی و اقتصادی خوب پیش نمیره. این وسط ممکنه جنگی در بگیره، نگیره. فعلا که تو مرز دارن لشکرکشی میکنن. وضعیت داخلی کلا خرابه. همینا میتونه باعث بشه که دلار بره بالا، دیگه فرقی با حال ما هم نکنه که بیت کوین اصلا تکلیفش چی میشه. حواستون به بازار باشه، مخصوصا به دلار، چون اگر صفر را کمتر بشه، چیزی که گفتن تایید شده و قراره که اجرایی بشه، پولم قراره که 2 مدل پول داشته باشیم. واحد بزرگتر که صفرش کمه بشه تومن، واحد کوچیکتر بشه قرون. زمانی که این اتفاق افتاد، اون وقت بالا رفتن دلار به چشمتون نمیاد، ولی تورمش 100 برابر از الان بدتر. زیر سایه پرچم سرنگی شور و خورشید پاینده و پیروز باشین.